سلام دوستان، امیرکس گیمر هستم. چطوره؟ خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی جالب و خفن دیگه به همراه من. تو این ویدیو اومدیم که بریم یه سری ماینکرافت هاردکور مشتی شروع بکنیم و بریم ادامه بدیم که تا کجا میرسیم کجا میمیریم و ای کاش اصلا نمیریم. قبل اینکه سراغ ویدیو رو لایک کنین، کامنت هم بذارید، من انرژی بگیرم. اگه از آپارات اومدین توی دیسکریپشن کانال یوتیوب هست، حتما برید اونجا رو سابسکرایب کنین. و اگرم از یوتیوب دارین نگاه میکنین، چنل آپارات رو تو دیسکریپشن نذاشتم، ولی خب تو گوگل بذارین همین امیریکس گیمر، اولین چنلی که براتون میاد بالا همون چنل من ازش، اونم برید پیشم دنبال کنین و برو این سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچا، من اینجا الان آوردم اینجا رو برای اینکه در واقع من آوردم اینجا که به شما نشون بدم من هیچ سیدی نزدم. من کلیت نیو ورلد جلو شما میزنم، اینجا رو میزنم هارد هاردکور ای پی، برای چیز خودمه، آگاهی خودم، ای پی و وای تی آپارات یوتیوب. من اینو ببینم رو هاردکور جا هیچ سیدی هم نزدم، هیچی نزدم، برچم دیفالته دیگه، من هیچی نزدم، همینجا که میبینین هیچ دستکاری اینجا نکردم. برو بریم برای کیوی. 3 2 1. کجا بسازن و برای ما، یا خدا. خب این که چه میکند این بنی بشر، یا خدا. خدا کنه تا جای خوب بود، من جلو شما دیدین. خب جلو شما ها بودو او. خب ببینین جای بدی مثل اینکه اسپان نشدیم. بابا کنار اون یه درخت چری هست. نه مثل اینکه جای بدی اسپان نشدیم، مثل اینکه نه مثل اینکه جای بدی اسپان نشیم. منم برای اینکه ویدیو لگ نخوره که دیسنس میام پایین، چون من وقتی لورد رو تازه رو کریتش میکنیم برد لگ میخوره. خب پس ببینم. خب اوکی، جای بدی اسپان نشد، جای اوکی هم خوبا اسپان شدیم. چطوری؟ جای خوبی هم اسپان شدیم. احبش چه باحال، یه دونه درخت چری کنار این درخت عادی، چه باحال. خب دوستان عزیز، تلاشی که ما قراره بکنیم اینه که ما نمیریم اولا. بعد اینکه نمردیم ما رو با چوب جمع کنیم. این هر ماینکرافت پلیر با حساب دیگه. بچه من برای اینکه نشونتون بدم یه لحظه من اینو بردارم، فکر نکنیم با ریسورس پک من دارم بازی میکنم. یه ریسورس پک انداخته بودم، ریسورس پک من هاردکور هرت، الان با اینو ها شدی. من هیچ ریسورس پکی ندارم، نکنین نگین الکیه و اینا. هیچ ریسورس پک من، اینا ریسورس پک همه اینا، اونایی که دارم اینا، اونایی که انداختم همین تو فرش انیمیشن و بتر او رو بتر هاتبور و اینا. خب اوکی ماشا، اینو من اینو میکنم. نزن خب میکنم اینو. بچه حتما باید یادم باشه یه دونه مدپک فالینگ تیری هم بندازم روی این ورلد که دیگه راحت بزنید درخت رو بشکنیم. خب 2 ساعت میتونی بشکنیم. خب میگیریم حالا اینا رو. خب یه دونه اینجا بود، این 6 تا. ما اینا رو میندازیم اینجا، همشو میکنیم اوک. خب یه دونه کرافتینگ درست میکنیم، یکی این قدم استیک. خب حالا با اینا یه دونه پیککس. بچه تو هاردکور باید قشنگ باید بریم خوشگل، باید همه کارا رو باید خودمون انجام بدیم که چون هاردکور معمولا دیگه سخت. من رو درست میکنم که دیگه داشته باشه. چه بکنم تو هاردکور، چه بکنم زودتر شب شه، چون دیرتر. به هر حال شما این چریه رو من مختصرش نگه میدارم، بچه شاید کنار این چریه کار زیادی کردیم، مختصرش من نگه میدارم. اوکی برو بریم.
اوه خب این وسط نه اینم میکشیم تو هم بکش بمیر درسته که فکر کنم چیز نمیدی گوش نمیده. خب گاوم برداریم چند تایی سپلینگ هم بذاریم که تو خونه بسازیم. بچه همین اول ما باید یه خونه یه چیز بسازیم حالت چطوری بگم بچه چطوری توضیح بده منو بده شما یه خونه جمع و جور تو چه به نظر هاپو بچه به نظر من اینجا چون اونجا قار هست یه جای خوبیه قار نیست البته بکنیم بچه سنگ بکنیم اولین از مسئولیتمون گرفت چون اینجا قار هست به نظر من اینجا خونه بسازیم به خاطر اینکه میتونیم نه قار بریم منابع استخراج کنیم. اینجا اینا رو میکنم یه مقدار این سنگا رو من بذارم برای تو چیز چی بهش میگن یه مقدار از اینا رو من بذارم این جلو که ما بابی نیاد اینجا از اینجا بالا نیاد صلاح بدونه بچه ما همینجا خونمون نمیسازیم در رای یه دیوار دور اینجا میکشیم و من این کرافتینگ رو میذارم اینجا و بعد یه دونه چیز میسازم اول یه دونه پیککس سنگی بعد یه دونه چیز سنگی بید سنگی چون میخوام برم درت بکنم اوکیه ما همینجا میذاریمش چه عزیزی تو برای بمیری خب برو بیم برای کندن 63 64 خب 64 تا اینا خب درت منظور اینا خونه یه نقلی کوچیک چون زیادم بزرگش نکنم این خونه یه برای موقت که توش همجور بتونیم کپی مرگمون بذاریم سخت خوش آمده امیدوارم که درت برسه نمیرسه قطعا نمیرسه حالا یه دونم درت داریم یه دقیقا یه دونه سلام بس یه هوپا رو تو سروز نگه داریم خوبی ابتاش اینجا در بیان داره خوب یه کار دیگه میکنه کار دیگه میکنه شده چوب بکنیم همینجا بایسا همینجا بایسا من اینا رو بذارم این تو یه دونه ترپتور بسازم نه ترپتور اوکی ای اون جای سیمون برد و تو میخوای برو اونجا رفت خب رفت خب این از این نمیده اینجا این از این حالا بچه باید جلو در خونه رو باید درست کنیم دقیقا به اندازه در داریم بود در میذاریم اینجا یه در اون دورش هم با چی میده با این میپوش این هم از این بسیار زیبا شد و عالی خب حالا من قصد اینجا رو سیو میکنم بور بدیم سراغ کنده کاری و ببی خب اوه باشه واسم به جونم باید باشه
حواسم کامل به جونم. فکر کنم این اصلا کامل نمیکنه جون رو. این دفعه نه تو چیز میارم. بریم بالا. این دور رو بریم بقیه پیدا بکنیم. خب چه زغالم جمع کنیم. بچه پیدا کردم. زیادم پیدا کردم. سلام خوب. چی من نگاه کن. همین. آفرین یکی دقیقا 3-4 تا هست. 2 تا نه خود یه سری 3 تا. این عشا داره شب میشه. دقیقا وقت داره شب میشه ما اینو پیدا کردیم. اون بدبختم زور خوش پله خیلی قشنگ و پله اینجا بیایم پایین. حالا وقتی که پارکور کاریه اگه اجازه بده اینجا. اوکی خب اینجا با چیه مزخرف ما بالا بودم داره شب میشه. کندو عالیه باشه همیشه در اساسه. بسیار عالی. چه کندو رو زمین عالی. من بچه من همینجا نیومدم. خونم کو برو. what the بچه من برم خونه رو پیدا بکنم. بچه رفتم نگاه کردم 262-47. این 263 این 262 47. بچه بابا این ببینیم. بچه بابا این ببینیم اینجا ببینیم فکر کنم برسیم. آره همینجاست. وی دو یعنی همیشه به اول بمیرم. من خیلی نوبم. چطور تو همین راست هست بودو تو جان هر کی دوست داری بودو. اوی آجا چرا اومد تایی بخونه داره کم داشته باش. با جان چای زیاد میشه بیشتر. این طرف بریم. چون تو ما روشنه. اوی اسپان شدن آبا. اوی حاجی یه دور فرسخی منو دید حاجی. نه بابا میرم. نمیر جان هر کی دوست داری نمیر بودو. فقط اینجا باشه برو برم. نه این بر اوی حاجی چه زیادم. بودو جان هر کی دوست داری بودو. چی بود؟ بابایی بود. چی افتاد دهنت بابایی؟ او گوسفند بابایی تو خدا اینجا باش. یه جایی فکر کنم چون ارتفاعش 90 و اینا بود. من همین روز اول خوندم اون درخت چریه است. اوی چون خدا اون درخت چریه است خیلی خطرناک. پیداش کن. بخره چه یه دونه ترش میسازیم. دقیقا میزانم داشتیم. چه دفعه اسپان نشن. تخت بتخت. چه من نباید چوب داشته باشم. ما همینجا این جای سگی کجاست میگه دور از خونه نشیم. بگیرش خوب دیگه. پیت
خیلی وحشتناک بود، به جان این قسم خیلی وحشتناک بود. وای وای وای، خیلی وحشتناک بود، خیلی وحشتناک بود واقعا. من موقع سکته کردم وسطش که اون گیاه پرار دیدم. خیلی حالا که ویدیو رو دیدین